استعرض التاريخ منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش مر الله پروردگار عالمیان را. درود و سلام بر سید پیغمبران محمد، عائله ایشان و تمام صحابگانشان. ای الله، به ما چیزی را آموزان که برایمان منفعت آور است و به ما نصیب گردان که از شنیده هایمان برای خود نفع حاصل کنیم. علم ما را افزون بگردان، ما را به راه راست هدایت کن و ما را کسانی بگردان که دیگر آدمان را به این راه روانه می سازند. ای الله، مایان را بنده های صالح بگردان. ما شما را با سلام اسلامی مبارکباد می گوییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای ما شرف است که بار دیگر با شما واخورده در مورد یکی از مشکلات مسلمانان صحبت کنیم. ما از الله متعال میپرسیم که به ما کمک رساند تا ما به آدمان علاج را از حالتی که ما در آن قرار داریم بیان نموده توانیم. امروز با تماشای حوادثی که با امت اسلامی رخ میدهد میبینیم که آن در وضعیت خیلی اندوه‌آور قرار دارد. اکثرا بعد مشاهده این واقعه ها به خود گویا میگوید مردم به این گونه مصیبت ها تا باورده نمیتواند. طبیعی است که وقتی که به مشکلات روبرو می شوند آدمان حل آن را می جویند. آدمان جستجوی حل مشکلات را از آنهای آغاز می نمایند که در نظرشان برای حل این مشکلات قابلیت دارند. این موقع طبیعی است. یکی از شاعران عرب گفته است: خلق من در وضعیت دشوار خود مرا یاد می کند، آخر در تاریکی ظلمات آدمان به ماه پره می مانند. الناس تفتقد البدر الذي ينير لها الدرب. في المشكلات الناس تفتقد. در تاریکی ظلمات آدمان ماه پره را که راه آنها را روشن می کند نمی بینند. هنگام موجودیت معماها آدمان انسان دارای تفکر روشن را که چطور حل کردن معماهای به میان آمده را دارد نمی یابند. كيف يجد لها الحلول. هذه القضية تطرح سؤال. سوال به میان می آید که در عین زمان کی حل این مشکلات را دارد. قد يتصور كثير من الناس أن هذا السؤال أمر هين. بسیار آدمان شاید فکر کنند که جواب این سوال آسان است. زیاده از 100 سال است که امت برای پاسخ آن بهای سنگین می پردازد. این از آن سبب روی می دهد که وی آشفته است و نمی داند به فکر کی گوش کند. لا تدرك من هي الجهة التي ترجع إليها في أخذ الحلول. أول ما يتبادر إلى الذهن في أي مشكلة في أي قضية في فلسطين في سوريا، وقتی در فلسطین، سوریه، عراق، یمن و دیگر جایها مشکلات پیش می آید، ما در حال می شنویم که چگونه روشنفکران، سله و ریشداران به جامعه جهانی مراجعت می کنند. أي مجتمع دولي هل هو هيئة الأمم؟ إن كانت هي هيئة الأمم والمؤسسات. ما درباره کدام جامعه جهانی گپ میزنیم؟ مگر سخن درباره سازمان ملل متحد نیست؟ اگر هنگام مراجعت به جامعه جهانی آنها به سازمان ملل متحد و مؤسسه های آن مراجعت کنند، پس ما به آنها میگوییم آیا سازمان ملل متحد محصول لیگ ملت ها نیست؟ مگر این سازمان ادامه اتحاد ملت های نصرانی نیست که با هدف مبارزه با دولت خلافت و خرابی آن تشکیل شده است؟ بله، عیناً همین طور است. قد يقول بعض ننظر إلى جامعة الدول العربية. شاید بعضی ها گویند که ما به لیگ دولت‌های عربی مراجعت میکنیم. در پاسخ به آنها میگوییم آیا لیگ دولت‌های عربی را وزیر بریتانیا تأسیس نداده است؟ نظامنامه این تشکیلات را محض او به وجود آورد. اولین قانون این نظامنامه عهدهداری اعتراف تقسیم قلمروهای اسلامی را پیش بینی میکرد که باید دولت‌های به این سازمان شامل شونده به دوش میگرفتند. مگر لیگ دولت‌های عربی دولت اسرائیل را هنوز پیش از پیدایشش اعتراف نکرده بود؟ بله، همین طور شد. قبل وجودها. نعم.
أليست جامعة الدول العربية مگر لیگ دولت‌های عربی تشبسکار خیانت‌ها نبود که در این کار با دولت یهودیان همکاری می‌کرد؟ بله، همین طور است. نعم. إذن كيف يتجه المسلمون؟ پس چگونه مسلمانان می توانند به یک سازمان نصرانی رو آورند حالان که وی از دولت‌های عبارت است که می توانند به تصمیم‌های آن وی بگذارند؟ محض همین سازمان اسرائیل را تشکیل داد و یهودیان را توسط ویتو گذاشتن به همه آن لایحه‌هایی که یهودیان را محکوم می‌کنند دفاع می‌کند، یا مسلمانان به لیگ دولت‌های عربی که آن را دولت‌های امپریالیستی تشکیل کردند مراجعت کنند؟ لتلك الدول الاستعمارية. نأتي توجه الآخر. ما هو؟ الدول في الجوار. اکنون بیایید به دولت‌های همسایه‌ای که مردم در جستجوی حل مشکلات خود به آنها رو می‌آورند نظر اندازیم. این دولت‌ها ترکیه، ایران، عربستان سعودی، اردن، مصر و غیره میباشند. نقول توقفوا. به آدمانی که حل مشکلیشان را از آنها میجویند ما میگوییم باز ایستید. مگر این دولت‌ها را مستملکه‌داران برپا نکردند؟ مگر این آنها نبودند که برای این کشورها سرقانون و قانونها مقرر کردند؟ مگر این مستملکه‌داران نبودند که برای این مملکت‌ها سرحدها را کشیده دادند؟ اگر ما به تاریخ نو رو آوریم، آیا نمی‌بینیم که چگونه گری فیلبی به انقلاب نجد راهبری میکرد؟ مگر توماس لورنس نبود که انقلاب حجاز را سروری میکرد؟ مگر کرمیت روزولت نبود که انقلاب ایولی را در مصر سروری میکرد؟ مگر در پس انقلاب افسران آزاد در مصر او نبود؟ مگر در پس انقلاب ایران و حکومت آن امپریالیست قرار ندارد؟ مگر یک یهودی از فرقه دیانمند نبود که سرقانون ترکیه را مقرر کرده است؟ این ترکیه است که قلعه خلافت بود و تمام جهان از آن می لرزید. مگر او به طور علنی اعلان نکرد که ترکیه دولت دنیوی است و با این وسیله بر ضد اسلام و مسلمانان نجنگید؟ مگر حاکمان این دولت به سر قبر مصطفی کمال نمی آیند تا به او وعده دهند که نگهبان حکومت دنیوی باقی خواهند ماند؟ عیناً همین چیز به دیگر دولت‌ها نیز دخل دارد. از این رو تعجب آور نیست که مسلمانان، برندگان دعوت و هر کسی که ذره ایمان دارد میگویند راه رهایی از وضعیتی که ما در آن قرار داریم به طفیل این دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی نخواهد بود. پس علاج را از وضعیتی که ما در آن قرار داریم در کجا باید جستجو کرد؟ ما حل مشکلات خود را در کجا جوییم؟ به آدمان و همه مؤمنان، به کسانی که حالا ذره باشد هم ایمان دارند رو آورده میگوییم علاج در بازگشت ما به کتاب الله و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. اما برای انیق‌تر بودن، زیرا هر کس خود را برای سلف نسبت می‌دهد، ما میگوییم ما باید به لایحه اسلامی واضح و مشخص رو آوریم. ما باید به آنهای رو آوریم که چنین لایحه را در دست دارند. اگر ما برای قبول این لایحه به آن رو نآوریم، امت پرداخت بهای سنگین را برای این کار ادامه خواهد داد و برای این با خون و ناموس و دینش پرداخت خواهد کرد. این است آن چیزی که ما باید فهمیم. هذا هو الذي يجب أن يدركه. فإذا كنا نحن حمل دعوة الإسلام، وقتی که دعوتبران لایحه اسلامی ندارند و منتظر آن هستند که غرب به آنها لایحه پیشنهاد میکند، در این کار یگان خیری نیست. وقتی که دعوتبران با غرب گفت و شنید میکنند تا به حل برسند که با وی به موافقه رسانیده شده است، در این کار خیری نیست. ما به امت، به دعوتبران، دسته هایی که خود را به الله متعال بخشیدند خطاب نموده میگوییم هر لحظه مرگ میتواند فرا رسد و میتواند هر لحظه به نزد ما بیاید. آخر
ما خودمان را به الله بزرگ بخشیده ایم. سخنان الله متعال را به یاد دارید که فرموده است: الله في كل لحظة نحن كأفراد نذرنا أنفسنا لله سبحانه وتعالى. تذكروا قول الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة. هر آینه امت شما امت یگانه است. این چنین سخنان او را به یاد دارید که میگوید: به همدیگر در تقوی و نکوکاری یاری دهید و در گناه و تجاوز از سرحدهای الله یاری ندهید. از الله ترسید، زیرا الله سخت مجازات کننده است. سخنان زیرین الله را فراموش نسازید. بر اسمان الله همگی چنگ زنید و پراکنده نشوید. سخنان زیرین پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم را به یاد دارید. مسلمان برادر مسلمان است، وی به او ظلم نمی کند و او را بیاری نمی گذارد. خون، مال و ناموس یک مسلمان به مسلمان دیگر حرام است. اگر شما این سخنان را به یاد نآورید، پس در شما هیچ خیری نیست و شاید الله به جای شما مردم دیگری را بیارد که آنها آنگاه مثل شما نخواهند شد. آنها فرمانهای الله را یاد می کنند و می گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم. آنها فرمان الله را به یاد آورده خواهند دانست که پیروزی از جانب الله است، نه از جانب کسی دیگر. آنها خواهند دانست که الله متعال به آنهایی که از او میترسند پیروزی میبخشد. این را در خاطر دارید. صفهای خود را متحد کنید. عملهایتان را خالص برای الله گردانید. بگذار مقصدتان رضای الله باشد. بگذار هدف شما بنیاد دولت اسلامی باشد. واخلصوا لله العمل. ای کسانی که حقیقت را میجویید، ای کسانی که برای تغییر دادن وضع کنونی تلاش میکنید، ای کسانی که پیام اسلام را رسانده به آن دعوت میکنید، مهلت پیروزی برای شما الکی مقرر شده است. پس تا آن زمانی که الله تعالی کارش را انجام ندهد صبر کنید. از الله متعال میپرسیم که ما را با بنیاد دولت اسلامی شاد گرداند. از او التجا میکنیم که ما را جنگاور و شاهد این دولت گرداند. از الله تمنا داریم که ما را از جمله کسانی بگرداند که از صدق دل برای پیدایش آن فعالیت میبرند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان گرامی، اگر خواهید که نوارهای ما زود و بردوام برآیند، پس زیر کردن تکمچه لایک را فراموش نکنید. البته در شبکه ما آبونه شوید و ویدیوهای ما را به دیگران برسانید، زیرا رساننده مثل عمل کننده صاحب مکافات میگردد.